بچه‌ها سلام، صبحتون بخیر. امروز یکم شهریور ماه 1403 هست و در ادامه ویدیوی قبلی که توضیح دادم براتون به چه ترتیب دیابت نوع 2 من بدون قرص و درمانهای توصیه شده از طریق داروها درمان شد، خواستم شما رو در جریان چگونگی طی شدن این فرایند هم قرار بدم که چه کارهایی کردم. البته مبحث خب خیلی مفصل تر هستش و اگر خدا بخواد توی سری های آینده، جلسات آینده مفصل بهش خواهم پرداخت که به چه ترتیب چه کارهایی انجام باید بشه که آدم بتونه نتیجه خوبی بگیره. نکته مهمی که قبلا هم بهش اشاره کردم و الان میخوام باز بهش شما دقت بکنید، مسئله آگاهی هست. قدم برداشتن در یک مسیر و آگاهی بسیار متفاوت هست در نتیجه‌ای که شما میگیرید. بنابراین بدون آگاهی قدم برداشتن احتمال خطا و احتمال زیان رو بسیار بالا میبره. نکته رو قبلا اشاره کردم و باز هم این بار میگم. اول اینکه کلیه این مطالبی که من دارم عنوان میکنم به عنوان توصیه درمانی نیست. این یک مسیری بود که من رفتم، یک ریسکی بود که برداشتم و سر زندگی من باهاش ریسک کردم. یعنی واقعا نمیدونستم من انتهای مسیر رو خواهم دید یا اینکه ممکنه که حتی از بین برم. بنابراین بارها گفتم نمیخوام این توصیه باشه برای شما و قطعا متفاوت هست، فقط اشتراک تجربه است. این یک مطلب. مطلب بعدی که میخوام در جریان باشید این هستش که قبلا اشاره کردم بهش. من به دلیل همین عدم اطلاع، یعنی اگر واقعا من میدونستم و آگاهی کامل نسبت به مکانیزم بدن و متابولیسم و فرآیند اتفاق افتاده در مورد دیابت داشتم، شاید واقعا از همون اول هم قرص رو قطع می‌کردم، ولی الان نمیتونم در این مورد اظهار نظر بکنم. اتفاقی که واقعا افتاده به دلیل اینکه من هنوز آگاهی نداشتم و بدون آگاهی هم قدم نمی‌خواستم توی مسیر خطرناک بذارم، این بوده که من اومدم مدت 4 ماه تقریبا، یعنی از انتهای آذر ماه 1402 تا 10 فروردین ماه 1403 از توصیه پزشکی و اون قرص‌ها استفاده کردم. وضعیت من وضعیت بسیار بحرانی بوده و این نکته حائز اهمیتی هست. یعنی وقتی شما میای، کما اینکه در ویدیوهای قبلی توضیح دادم، یک مجموعه عوامل ریسک رو داری تحمل میکنی، مثل استرس بالا که بسیار حائز اهمیت هست و کلیه فرآیندهای هورمونی و متابولیک بدن شما رو تحت تاثیر قرار میده، داری تجربه میکنی. وقتی فشار خون 15 رو 11 هستش که در کنار قند 250 که رگ‌های شما رو، جداره رگ‌های شما رو شکننده میتونه بکنه و کرده و مستعد خونریزی و آسیب هست با فشار خون بالا، در کنار تریگلیسیرید 1140 که تقریبا نزدیک 10 برابر استاندارد هستش که حدود 140 نهایتاً باید باشه. البته اینا رو وقتی با هم داری تجربه میکنی مستعد یک فاجعه هستی. من یه لحظه همو داره زنگ میزنه. خب ببخشید تلفن زنگ خورد و جواب میدادم و اینو داشتم میگفتم که من برای این مدت اومدم و از داروها و توصیه‌های پزشکی استفاده کردم تا اون فاجعه‌ای که مستعد رخ دادن بود به دلیل جمع بودن همه عوامل استرس‌ها، همه عواملی که میتونست خطرساز باشه، کمک کرد تا بعد از چند ماه، یعنی تا فروردین ماه 1403 فاکتورهای خونی من که بسیار بالا بود نرم بشه، منتها با دارو. یعنی من 4 ماه این دارو رو مصرف کردم، تریگلیسیرید اومده نرم شده، کلسترول اومده نرم شده و قند خون اومده پایین نرم شده. و بعد از اون که رفتم مراجعه کردم به پزشک و از او خواهش کردم که در داروها تجدید نظر بکنه، اونها رو کم بکنه، چون که حال من خوب نبود و پزشک قبول نکرد. خب اون موقع بود که من کم کم به این فکر افتادم که باید یه تصمیم جدی بگیرم و این تصمیم خطرناکی بوده، چون با قطع کردن داروها این احتمال وجود داشت که شاید بدن دوباره یک ریاکشنی نشون بده و تمام فاکتورهای خونی که کنترل شده بود به شدت و بیشتر از قبل هم بالا بره. بنابراین این پیش درآمد یا پیش نیاز رو من با داروها رفته بودم
اینو در نظر داشته باشید. البته با چیزی که الان دانشی که الان کسب کردم شاید واقعا باز هم همین مسیر رو از اول میتونستم برم و بدون دارو کنترل بکنم، اما این قطعیت نداره، یعنی باید بشم روش فکر بکنم که این کارو بکنم این کارو نکنم. بنابراین لازم بود شما باز اینو حتما بدونید. به نظرم مسیر بدی نیست اگر آدم در یک شرایط بحرانی مثل شرایط من قرار داره، چون بحث مرگ و زندگی هست و ریسک شما تو این زمینه خیلی بالاست. یعنی اگر احیانا جواب نگیری اون موقع دیگه ممکنه که راه برگشتی نباشه. بنابراین در این صورت شاید این مسیر بد نباشه، آدم با دارو بره جلو و بعد از اینکه استیبل شد اون وقت مطالعاتش رو هم تو این زمینه تکمیل بکنه و بتونه قدم‌هاشو با آگاهی برداره. از این ور بیا. ما هم اومد. بیا یه ذره خیس چیه دیگه، چیزی نیست. اینجا خشکه این خوش. بیا اینجا بشین. خب ما هم اومدش. بشین خسته نباشی ورزشکار. سلام. بیا تو کارت یکم جلو. آها اومدی جلو، درسته جلوتر. آها اینا هاشی. آره دارم توضیح میدم که چیکار کردم چیکار نکردم و اینها. بعد حالا تو هم ببین چیزی یاد میاد بگو دیگه. نه دیگه من پا میشم میرم دور میزنم تو صحبتات بکن. چرا دور بزنی؟ چرا نزنم؟ استفاده کنیم دیگه از فضا. خیلی باش. خواست دورم بزنی. خب دست هم درد نکنه واقعا. طی این مسیر رو آدم با یه همراه خوب بکنه خیلی به موفقیت نزدیکتر میشه و میتونه اثر بگیره، وگرنه راه هم طولانی تر میشه و هم خسته کننده تر. که من از شما خیلی ممنونم. طی این مرحله بی همراهی هما نکن. ظلمات هست بدرس. آقا داره میاد داره نه رفت. ما وسط فواره ها نشستیم الان داریم ضبط میکنیم دور و برمون فواره داره شدیدتر هم میشه. خب حالا تا شدیدتر نشده من یه ذره میگیرم. آره شما صحبت تو بکن من باش خداحافظ. خب اما بریم سراغ این که چه اتفاقاتی افتاد و چیکار کردم. بنابراین اول من داروها رو مصرف کردم و داروها رو هم به موقع سر وقت مصرف کردم و روش حساسیت زیادی داشتم. جالبه بدونید توی روند مصرف دارو وقتی مورد پیش اومد، خب ما از خونه بیرون میرفتیم، شاید سفری پیش اومد، خونه نبودم، واقعا اون زمانی که دارو همراهم نبود استرس میگرفتم. یعنی اینقدر روش حساسیت داشتم که دکتر تاکید کرده بود دارو رو سر وقت باید درست مصرف بکنی، وقتی نبود احساس میکردم واقعا اتفاقی داره میفته و جالب بود که روی قند خونم اثر میگذاشت. چون استرس عامل تعیین کننده ای هست. با ترشح هورمون کورتیزول توی بدن که هورمون بسیار خوبی هم هستش و نیاز هست برای مواقعی که ما برای دفاع، گریز، حمله، برای زنده موندن و بقا نیاز داریم ترشح میشه، اما اثرات مخربی هم میگذاره زمانی که تعادل هورمون ها رو ما به هم بزنیم و چیزی که اون زمان نباید حضور داشته باشه و موضوعیتی برای بودنش نیست در بدنمون ترشح بشه که ما اینها رو ایجاد میکنیم و اثراتش خب مخرب میشه. بنابراین میدیدم نکته باز حاشیه کنار این که نکته اصلی هم باید براتون باشه همیشه بحث پایش هست. یعنی اون چیزی که باز به من کمک کرد تا بتونم این مسیر رو با یک بینش جلو برم این بود که میتونستم ببینم داره چه اتفاقی میفته در بخشی از حداقل فرایندی که داشت پیش میرفت. اون بخش چی بود؟ اون بخش پایش قند خون بود. خب من دستگاه قند خون قبلا داشتم که اشاره کردم تو این 2 سال به علتی که حالا برید ببینید ویدیو قبلی رو، اصلا فکر نمی‌کردم حتی سمتش نرفتم ببینم که قند خونم چند هست، وگرنه 3 قدم بیشتر با دستگاه قند خون فاصله نداشتم و روزی که نتیجه اومد خیلی سورپرایز شدم که مگه ممکنه. رفتم با دستگاه قند خون خودم گرفتم دیدم بله داره 270 رو نشون میده دستگاه قند خونه. اما این پایشه کمک کرد. فارغ از اون غیر از دستگاه کنترل قند خونی که متعارف هستش، کیت های قند خونی هم هستش که قند خون ادرار هست، اون رو هم گرفتم تهیه کردم، تو بازار هست.
بهتون معرفی هم میکنم که برید بگیرید، البته برید میتونید پیدا بکنید. و داروخانه ها نداشتن اما تجهیزات پزشکی دارن. من از مونیری گرفتم و بسیار هم دقیق بود، یعنی تونستم اونو منطبق کنم با اتفاقاتی میافتاد، واقعا داره نتایج میده درست هستش. مثلا چرا مهم است اون کیت قند ادرار؟ برای اینکه شما ممکنه که قند خونت نرم باشه اما قند خون زیادی رو داره ادرار دفع میکنه و شما از کجا میتونید بفهمید؟ وقتی با دستگاه قند خون میگیرید قند خونت نرم هستش، خب ولی آیا قند خون بالا بوده و کلیه ها دفعش کردن یا اینکه نه قند خون نرم بوده و اصلا نیاز به دفع قند خون اضافی نبوده؟ اینجاست که اون کیت قند ادرار کمک میکنه و من خب از اونم کمک گرفتم. فشار خون و اینا رو استفاده کردم که ببینم چطوری هست وضعیت فشار خون خودم و اینا. این ابزاری بود که کمک میکرد. بیشتر از همه همون قند خون هستش که دستگاه کنترل قند خون هستش که نیاز داریم که بشه اون رو کنترل کرد. خب بنابراین این شد از این مطلب. داروها رو استفاده کردم و عوارضش بسیار وحشتناک برای من بود. عملا من رو از حیز انتفاع و زندگی ساقط کرده بود که اینا رو توضیح دادم و نمیخوام دوباره زیادی گویی بکنم، چون دیدم دیگه لایف استایلم و سبک زندگیم تغییر کرده و دیگه انرژی ندارم و دارم به یک مرده متحرک تبدیل میشم و ظرف 4 ماه به جای اینکه بگم بدن داره عادت میکنه به اون داروها که اتفاقات هم البته خواهد افتاد، اما بالعکس داره سبک زندگی من داره شیفت میکنه و تغییر میکنه به سمت یک زندگی متناسب با بی‌تحرکی و یک فرد دیابتی. جون نداشتم. من خودم خیلی سرتقم توی بیماری اما خودمو نمیندازم. منتها یه جایی میشد خاطرم هستش که با اینکه تو پیاده روی میخواستم حرکتم داشته باشم، فعالیت بکنم، راه برم، ولی بدن واقعا نمیکشید. یعنی روحم میخواست حرکت بکنه اما پاهام دیگه با هم نمیومد و میموندم دیگه. نای حرف زدن نداشتم و توضیحاتی که قبلا بهتون دادم. خلاصه تصمیم گرفتم داروها رو بذارم کنار و به جای اینکه با چونه‌ای که با دکتر زده بودم که آقا این رعایت کردم غذاهام رو به اضافه دارو خوب شد بیا و داروامو کم بکن، کلا بذارم کنار. بعد نیست بدونید که توی زمانی که با دکتر صحبت کردم و بهم داروها رو تجویز کرد، گفت آخر عمر بعد داروها رو بخوری و گفتم خب پرهیز غذایی، گفت نه فقط هر چیز که میخوری سعی کن کمش بکنی، مثلا برنج میخوردی کمترش کن، نصفش کن و رعایت کن اینها رو، وگرنه نه. چون عملا دیگه شما دارید داروها رو مصرف میکنید دیگه، اونها کمک میکنن که این قند جذب نشه و قند دفع بشه. فرآیند این داروها عموما هولوش این دو مطلب میگرده، جلوگیری از جذب و کمک به دفع قند. برای همین تو آزمایش‌های بعدی شما تو ادرار وقتی قند هست دیگه طبیعیه، در حالی که نباید باشه قند توی ادرار، ولی طبیعی حساب میشه. خب ما اومدیم و همین کارو کردیم، اما برای اینکه بلکه بتونم اون موقع هم یه رهایی رقم بزنم و امیدی داشتم، اومدم به اضافه اینکه داروها رو مصرف کردم روی غذا کنترل بیشتری انجام دادم. اون چیزهایی که قند و بالا می‌برد و کم کردم، حذفش کردم تقریبا خیلیاشو، مثل قند و شکر اینا رو حذف کردم. برنج رو می‌خوردم، منتها مثلا 2 روز یه خوراک می‌خوردم که همون واقعا زحمت زیادی تو این زمینه متقبل شد و نه تنها غذاهایی که مبتنی بود بر سبزیجات و حالا خوراک و اینها درست می‌کرد، بلکه خوشمزه هم درست می‌کرد و دستش درد نکنه که خیلی کمک می‌کنن بتونین مسیر رو بهتر بره جلو. اون بعضی خب حذف کردم به این امید که وقتی برم پیش دکتر و آزمایش نشون بدم و نتیجه آزمایش خوب باشه، دکتر بگه که باریکلا آفرین خیلی خوب بود، اگه اینطوری بخوای پیش بری خب میتونیم داروهات رو کم کنیم و برو برای سری بعد که داروهات کمتر و شاید قطع بشه. با این انگیزه من روند رژیم غذاییم رو هم کنترل کردم. در کنار این 3 بار تاکید میکنم چون واقعا مهمترین مطلب هست، من مطالعاتم رو به شدت افزایش دادم و شروع کردم مطالعات دقیق کردن، نه زردخوانی و پراکنده خوانی هایی که از اینستاگرام و از فضای مجازی فقط بخواد یه سری دیتاهای ناقص رو فراهم بکنه. چرا از اونها استفاده کردم، اتفاقا هم کمک کرده، اما تحقیقی، یعنی اینکه می‌دیدم خب این فرد چی گفته، میرفتم و ریشه‌یابی می‌کردم که آیا درست هست، منابع علمی براش هستش یا نه، و تحقیق می‌کردم و کراس چک می‌کردم، یعنی مطالب رو با هم دیگه
دبل چک می‌کردم ببینم که مطالب دیگه هم هست، مطالب ضد نقیضش رو می‌خوندم که دیگرانی گفتن این غلطه و این درست نیست، اونا چی میگن. و همزمان آگاهی رو بردم بالا و دانشم نسبت به بدن خودم و فرایندهای متابولیک و متابولیسم بدن خودم بالا رفت و به اینجا رسیدم که داروامو قطع میکنم و شروع میکنم خودم اینها رو مدیریت کردن، که البته خب این یه مقدار زود هنگام شاید بود. من مطالعه هنوزم کامل نیست و اون زمان که تصمیم گرفتم به دلیل شرایط بحرانی که برای زندگیم پیش اومده بود از نظر ناتوانی‌های جسمی و ذهنی، دیگه تصمیممو گرفتم. خب هما میگه بریم، یه 5 دقیقه دیگه هم وقت بده بریم. نمیخوای بشین. خب و تصمیم این بود که داروها بره کنار. اما چجوری شروع کردم؟ اما داره چپ چپ نگاه کنه. بعد کنم بریم بخواه. خب آب میخوای؟ آب. خب نه دیگه من یه 5 دقیقه الان بگم دیگه جمع میکنم بقیش بعدم. خب اما روندی که با قطع داروها شروع کردم این بود که من کربوهیدرات‌ها رو حذف کردم، نون و برنج حذف شد و قندها رو هم حذف کردم، شیرینی و شکر و اینها رو کلا حذف کردم و شروع کردم به خاطر اینکه زخم معده نگیرم و زخم اسناشر از قبل من داشتم چندین سال، بالغ و 20 سال، و معدم ناراحت نشه، توان کم نیارم. به خاطر باز عدم آگاهی کامل شروع کردم یه مقدار ریزه‌خواری هم کردم، یعنی طی روز با خودم چیزهای سالم مثل آجیل، مثل نونهای خشک جو، اینها رو می‌بردم سر کار تا فاصله که میرفتم و بیام خونه که بعد از ظهر میشد اینا رو استفاده میکردم که انرژی کم نیارم و همینطور نیاز نباشه یه غذا بخوام بخورم و منو سیر بکنه. بعدو که مطالعه کردم فهمیدم که خود این ریزه‌خواری چه آفتی هست و باعث ترشح مدام انسولین تو بدن میشه و این استرس تو بدن من همچنان بالاست. و با بحث فاستینگ آشنا شدم که اینترمیتنت فاستینگ یا روزه متناوب رو آغاز کردم. اول خیلی ازش پرهیز داشتم ولی بعد دیدم که واقعا فواید بسیار خوبی داره. البته با بحث کیتوژنیک و اینها باید اینها رو تفکیک کرد از هم دیگه و من پیرو اون رژیم هم نیستم و سبک خودم رو به نحوی رفتم جلوی که براتون مفصل‌تر در ویدیوی بعدی توضیح خواهم داد یا مواردی که یک به یک با هم دیگه جلو خواهیم رفت. رژیم 16-8 رو شروع کردم، 16 ساعت هیچی نخوردن که البته نترسین توش 8 ساعت خواب نهفته هستش و 8 ساعت بعدی رو شما فضا دارید برای تغذیه. چه خوردن، چگونه خوردن، کی خوردن خیلی مهم هست توی این مطلب که با هم دیگه روش صحبت خواهیم کرد و اینا رعایت کردم من و خب به اونجایی رسید نهایت که تمام فاکتورهای اساسی درست شد. بعضی فاکتورها توی ویدیو قبلی دیدید که اینها بالا رفته بود، مثل LDL بود، یه مقدار کلسترول بود، بحث اسید اوریک بود. اینها بحثش مفصل هست، بهش میرسیم. در تغییر متابولیک بدن از قندسوزی، سوختن گلوکوز به سمت چربی سوزی و رسیدن به کتون ها، این فرآیندها اتفاق میفته که من جلسه قبلش توضیح دادم و همینطور بحث اسید اوریک با کاهش بافت چربی و تجزیه این سلول ها و آزاد شدن اسید آمینو ها در خون، میزان اسید اوریک هم بالا میره که اینها برای من دیگه الان نگران کننده به اون ترتیب نیستش. هرچند بحث HDL و LDL دارمش کار میکنم که اینها تناسبش بهتر بشه، هرچند باز الان غیر قابل قبول نیست بحرانی باشه، ولی روش دارم کار میکنم که اونها رو هم با هم صحبت خواهیم کرد. من برم که هما دیگه الان منتظر و شاکی نشه. در ویدیوی دیگه ای با هم دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. من یه ضبط دیگه هم داشتم، اگر نتونستم این تکمیل بکنم اون رو براتون رو این میام و قرار میدم. کیفیتش شاید خیلی خوبی نداشت، تو خونه گرفته بودم اون رو، ولی با این حال اگر فرصت نشد بهتر از این که اصلا گفته نشه. سعی میکنم کم کم وارد مطالب تخصصی تر بشیم در مورد اینکه شما با آگاهی بتونید مسیر خودتون رو انتخاب کنید و قدم بردارید. فعلا تا بعد، خدا نگهدارتون باشه.